آزیوز پر از شور، اینجا جایی برای نور. همراه ما باش، کنار هم روزای خوب. سلام به برابکس خوشگل شهر آزیو سیتی. ما برگشتیم با یک سایکو نخندی که من این کلیپ ها رو تدارک دیدم واسه آزاده. خودش نمیدونه چه کلیپاییه، میخوام نخنده. امیدوارم که خنده دار باشه چون میدونی من سخت میخندم. آره کلا نخنده آزاده، ولی من این شکستش میدم تو این کلیپ به امید البته تو حالت عادی من خیلی خوش خندم، ولی آره به چیزا الکی نمیخندی. آره. امیدوارم که این سکوت بشکنه و تو بخندی. موفق باشی. چی میشه اگه من یعنی بخندی؟ چه اتفاقی میفته؟ بعد اینو قبلا فکر میکردی. نه دیگه حالا اوکی، حداقل اینکه دیگه میخنده دیگه. میخندم دیگه، من آره. بخندم. میفهمم که من این قدرتو دارم بخندم. بله بله. اوکی بریم واسه ویدیو. بریم. خب بچه ما برگشتیم. لطفاً اگر ما رو ساب نکردیم بسابونیم ما رو تا ما نسابوندیمتون. لطفاً لایک و کامنت هم یادتون نره. بریم واسه ادامه. از نظر شما الان کجاست خوشگله؟ این الان کجاست خوشگله؟ خوشگله؟ این الان خوشگله؟ واقعا خیلی مصیبت من بود. احساس یادتون- همدردی داشتم باش میکردم. اصلا چه کثافتی بود ما میکردیم تنمون چه تو لباس ایران. فرمایی بود اینجا ما همه می‌پوشیدیم. خوشگل دامن پیرن اینجوری میپوشن، ما این بدبخت اسکالا گناه میرفتیم داشته مدرسه. واقعا. چه زشت بود بابا. یارو رستو خواب بلند کرد انداختن پشت موتور رفت. من در میشونم. حدی نبود تو من. آفرین. حالا سختاش هم مونده. بذار یه بار دیگه ببینیم. دیدی تو عروسی هم مهر میذارن؟ ببین رفت تو حوضی. خشم میندازه قلبو. آخه ناموسم واقعا اینقدر مه لازم بود. قشنگ بود. قشنگ. در حد یه لبخند بود. آفرین. حالا دروغ اوکی. نگم. یه چیزی بگم، وقتی قراره نخندی حتی به سخته. چیزایی که به صورت عادی نمیخندی نمی‌خندی؟ میخندت میگیره. من خیلی خندم آفرین. گرفته بود. 过来给你看好玩的。 بچه بدبخت. خب نمیشد یه دونه از اون فیلمای بی‌مزه‌ای که برام میفرستادی میخندیدی رو حداقل بذاری تو اینا؟ این خنده دارتر از اون چیزایی که برام خب دیگه آوردم بشکونم دیگه. این سکوتو من میشکونم آخر. ببین بعد از تمام دنیا انتخاب کردم، ایرانی نیست. اینش سخته. یعنی تا اون دنیا هم بری حواست از گوشیتو نتونن باز آفرین. کنن. ببین یعنی مرده باشی هم باید این گوشی رو از شهرش خلاص شی. من بدبخت داره کابوس میبینه. دقیقا سلامت روانم توی تزاک شد. تو شرایط نامناسب میخندم. اومدم بگم اصلا خنده دار نبود، اصلا خنده‌اشو ندیده بودم. آفرین. سورپرایز دارن همشون. I need an egg. Thank you. این بچه اینقدر من حرف اومدی گوش منو زجر بدی اینجا. کن. یعنی مر اینقدر حرف گوش کن. من دوست دارم یه بار دیگه ببینم. یعنی اتوماتیک داشت اینو. I need an egg. Thank you. آی خیلی خوبه. نمیتونه بخنده.
وای گرمم شد. خدایا ما رو ببخش. خب تو میدونی من تو این شرایط میخندم. خدایا. داره میخنده با نه همون دهنم باز شد حسابه. با غذا داره میره طبقه بالا یاد. ببینی اعصاب میمونه خورد شده بود اینجوری. بگردم گناه داشت. چرا؟ یعنی چجوری میشه بریم حیوان به آزاری مثلا بود الان این. آفرین به اعصاب یه میمون. ببین به اون دهنسریش پشت سریش خوشحاله داره میخنده. آره. اون بده. این بده. چی شد؟ ببین سگر اومد چیز کرد که بیافته دنبالش، بعد خودش رفت اونجا آروم نشست که نفهمه کیه. بیا بچه یه لحظه قبل از دیدن این ویدیو یه صحبت کنم باهاتون وسط برنامه. اگر که دوست دارید ما زود به زود براتون ویدیو بذاریم لطفا این زیر التماس ادیتورمون کنین که به موقع به ما ویدیو رو تحویل بدن. آقای ادیتور باش یه خود لایک. شما هستم که بعد قرشو این جدیدن لطفا هشتگ بزنین ادیتور که به ما فکر نکنم ولی این تیکه رو بذارم. به نظرم میذارن. میذارن. آره. هر لایک یه ما صاحب التماس کاری به باید بذاریم مشغول زمه ای نذارید. آره. بفرمایید. هر لایک یه التماس به ادیتوره. بله. یه تشکر. او خدا لعنتت کنه، خدا لعنتت کنه. جر خورد از آفرین. وسط. یعنی این حالا از مامانم کتک میخوره چون حرکاتی که خودش انجام میداد جدا تلانه افتاد. اون مامانم یه جا آره. یه جور دیگه. یعنی تیر خلاصمو بهی زدی. احساس هدشات میکنم آره دیگه الان جشنا بیشتر حالت جنگی داره. خیلی احساس همدردی میکنم باش واقعا. وای خوب بود. ببین این مسابقه میذارن بعد هر کسی که اونجوری زد دستش رو زنگ اون یکی باید بزنه. خب بعد اون موقع که میخواد بردار اونو بزنی فرصت داره که اونو بگیره رو سرش که نخوره به سرش. آها. آره حالا نگاه کن. جاشو عوض کرد. آره آره. یکم دیلی داشت دختره. آفر اصلا فرصت نمیداد بهش بدبخت. دیلیش یعنی اینقدر تمام سریع دقیقه می‌زد. دلیشو خالی کرد پسره. آقا واقعا مقاومتش بالاست. اصلا خنده‌دار نبود؟ نه. نبود. چی بود؟ خیلی سم بود.
وای وای تموم شد کلیپم راستیاتش. تموم شد. آره. الهی من بگردم کسی اینجوری ضایع نشه. ولی خندیدی. من لبخند میزدم خیلی. نه آخرش خندیدی که گفتم کلیپم تموم شد. خدایی به موقعیت واقعا موقعیتش خنده دار بود. بابا به اومد خدا. بعدی رو پلی کنه نگاه که گفت ولی تموم شد کلیپ. خدای کو هم بود میخندیدی کو یخ. واقعا من نمیدونم چرا امیر اینقدر به هر چیزی میخنده. بابا قشنگ بود دیگه بگین ببین دیگه. مثلا ویدیو میذاره میخنده بعد من نگاه میکنم اینجوریم. اصلا چرا؟ شما بگی خنده‌دار بود یا نبود. تو رو خدا که اون زیر بزنه خنده‌دار بود. نبود بود. نظرسنجی میذاریم. اون یکی الهی بگرم اون تو آبیه که اینجوری میشد خنده دار بود. آره خب با این آخری که کلیپ تموم شد این از همش خنده دارتر بود. خب بچه‌ها مرسی که تا اینجا بودین و من میبینم راحت که داداش زایه امیر شدم. زایه شد. آره. به شدت. لطفاً واسه اینکه حمایت کنین از من اون پایین بنویسید خنده دار بود. اصلا خنده دار نبود لطفا اینو بگین بهش. آره و تا ویدئوی دو بعدی سه تا ویدیو خنده دار بود. خدافظ. ادیتور عزیز ادیت کن. مرسی. خدافظ. خدا